بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، ماه مبارک رمضان است و خانواده دیگه طفلک سکنیم قندولک خنده میکنه. اینا 5 طفلک داره، شوهرشان وفات کرده، می بچه‌کشان از کار میکنن، رنگمالی میکنن، کارهای شاقی دیگه مصروف هستن و همسایه‌ای که در چهارده بغل خانواده است به اینا کمک و بعض اوقات دستگیری میکنه اگر نمیتون او طفلکش البته بچه‌کش پول بیاره به خانه. متاسفانه شرایط هم قسم شده که در بیرون هم کسال حتی بوتای خود هنگ نمیکنه با خاطر که اقتصاد مردم هم نسبتا ضعیف شده است. بیاین که در ماه مبارک رمضان این خانواده را کمک کنیم، دستگیری کنیم. خالی از اجر و پاداش نخواهد بود. لینکار شما مشاهده میکنین مثل فامیل این مادر بزرگوار، فامیلای دیگه هنوز منتظر هستند. از سفره‌های خود چند نوع غذا را حذف کنین، 2-3 نوع غذا کفایت میکنه سفره‌های این خانواده را رنگین بسازیم. السلام علیکم.